این مردی که میبینید اسمش یونگ هو هست و شغلش اینه که دخترها رو استخدام میکنه برای اینکه اجارهشون بده. اخیراً 2 تا از دخترایی که اونجا کار میکردن و یونگ هو بهشون پیش کلی پول داده بود ناپدید شدن و اون فکر میکرده که فرار کردن، ولی ماشینش رو که دست یکی از دخترهایی که ناپدید شده بودن اتفاقی توی محله‌ای به اسم مانگون پیدا کرده بود و تصمیم گرفت بیشتر پیگیر این قضیه بشه که ببینه داستان از چه قراره. این پسر هم زیر دست یونگ هو که یونگ هو کله خر صداش میکنه. یه شب وقتی یونگ هو بیرون بود کله خر بهش زنگ میزنه و میگه یکی از مشتری‌ها داره همه دخترها رو رد میکنه، دختر دیگه ای نمونده. یونگ هو گفت میجین مونده. کله خر گفت اون بدجوری سرماخورده حالش خوب نیست. یونگ هو گفت بیخود کرده و خودش با میجین که به قدری مریض بود که دختر کوچولوش داشت از نگهداری میکرد زنگ زد و گفت باید بری پیش مشتری. میجین ازش مرخصی خواست ولی اون قبول نکرد و میجین رو مجبور کرد بره سراغ مشتری. همون موقع خودش گوشی همون دختره گم شده رو زیر صندلی پیدا کرد و رفت تا تماس‌های دختره رو چک کنه و متوجه شد آخرین شماره‌ای که باهاش تماس گرفته بود شماره یکی از مشتری‌هاشه که آخرش 4885 هست. از زیر دستش پرسید این شماره کدوم مشتریه؟ اونم گفت خیلی عوضیه. میجین هم رفت تا به این عوضی سرویس بده. یکم تحقیق کرد و متوجه شد که محله‌ای که میجین رفته اونجا همون محله‌ای که ماشینش پیدا کرده بود. احتمال داد که اون مشتری عوضی دختره رو فروخته باشه. پس زنگ زد میجین و گفت آدرس یارو رو همونطوری که سوارش کردی و داری میری خونش یادت بمونه. بعد که رفتی تو بگو میخوام دوش بگیرم. بعد تو همون یواشکی بدون اینکه سوتی بدی و طرف بفهمه آدرسشو برام بفرست. بعد هم با برادرش تماس گرفت. این شخصی که میبینید برادر یونگ هو پلیسه. ازش خواست که کمکش کنه یا چند نفر رو بفرسته، ولی اون گفت کار دارم. داشت شهردار سئول رو زیر نظر میگرفت و همون لحظه سریع از ماشین پیاده شدن و تلفن رو قطع کرد. میجین رسید به خونه طرف. این پسر همون مشتری عوضی است که اسمش یانگ مین هست. میجین رفت توی همون شروع کرد به پیام دادن ولی اونجا هیچ سیگنالی نداشت. سعی کرد بره طرف پنجره ولی متوجه شد اونجا اصلا پنجره‌ای در کار نیست و پشتش دیواره. یهو گوشه همون یه تیکه مو همراه پوست سری که به چسبیده بود رو دید. خیلی ترسیده بود. هیچ جای خونه مانته نداشت. اومد پیش یانگ مین و جا گذاشتن کاندوم توی ماشین رو بهونه کرد. اونم گفت برو بیار، ولی وقتی رفت متوجه شد در جلوش قفله. یونگ هو هم هر چقدر باهاشون تماس میگرفت سیگنال نداشت. یانگ مین میجین رو دست و پا بسته انداخته بود توی حموم. میجین التماسش کرد که کاری باش نداشته باشه چون یه دختر داره. قاتل براش مهم نبود و تخمش هم نبود. گفت هیچ کس نمیتونه پیدات کنه، نمیفهمن که تو مردی. قاتل یه سبک خاصی برای کشتن داشت. اون از مقار و چکش که برای شکافتن سنگ استفاده میکرد برای شکافتن سر اون بدبخت. وقتی که به میجین چند تا ضربه زد یکی زنگ خونه‌شو زد و اون مجبور شد که بره. یه زن و مرد دم در بودن و دنبال آقای پارک که توی کلیساشون کار میکنه میگشتن چون چند روزی بود به کلیسا نیومده بود. یانگ مین هم گفت همچین کسی اینجا نیست و در رو روشون بس، ولی بعد پشیمون شد برگشت راهشون داد توی خونه. بعدم دخلشون آورد. بعد سوار ماشین اونا شد و راه افتاد که ماشین از اونجا دور کنه. همون موقع کلیداش افتاد توی ماشین. موقع رانندگی یهو یک تصادفی کرد. کسی که باهاش تصادف کرده بود یونگ هو بود که اومد پیشش و گفت شماره‌تو بده بهم که بیمه خسارتشو بهت بده. یانگ مین هم گفت من مشکلی ندارم، خسارت نمیخوام، برو پی کارت. یونگ هو همون حینی که داشت اصرار میکرد متوجه چند قطره خونی شد که روی لباسش ریخته و بهش مشکوک شد و وقتی دید طرف میخواد بپیچونه بره به شماره‌ای که از مشتریش داشت زنگ زد و گوشه یانگ مین زنگ خورد. یانگ مین که حس میکرد ممکنه گیر بیفته سر پیاده شد و فرار کرد. یونگ هو هم دوید دنبالش. بعد از کلی درگیری یونگ هو چند تا مش خوابون تو صورت یانگ مین و بهش دستبند زد و بردش سوار ماشینش کرد. میخواست بره که یه پلیس اومد و دستبند رو که دید از یونگ هو پرسید تو پلیسی؟ اونم گفت آره. پلیس استعلام گرفت و وقتی فهمید دروغ گفته جفتشون رو بردن اداره پلیس. همون موقع یونگ هو باهاش تماس گرفت و ازش خواست خودشو برسونه چون قاتل گفته من 9 تا دختر رو کشتم. پلیس بغل دستش هم که یک زن بود گفت پرونده قتل ماپور رو یادته؟ 3 تا زن توی همون محله مانگون کشته شده بودن. برادرش خودش رو رسوند و به پلیس گفت من مسئول این پرونده ام و رئیسشون اومد و گفت که اونا رو منتقل کنن به دفتر خودشون. بعدم به پلیساش گفت باید این پرونده رو حل کنیم و یعنی کارمون تمومه. ازش به خاطر کاری بود که یکیشون مشهدار کرده. خلاص اونا رفتن و خود یونگ هو خواست که یه خورده بیشتر تحقیق کنه. رفت تو ماشینی که یانگ مین باهاش اومده بود و دست کلیدش رو پیدا کرد و برداشت. بعد رفت سراغ زیر دستش و بهش گفت برو کل خونه‌های این محل رو بگرد ببین در کدوم خونه با این کلیدا باز میشه. خودش هم رفت به اداره پلیسی که از پلیسا بهش گفت که اگر کسی رو بدون مجوز دستگیر کنیم به تاییدیه دادیار قضایی نیاز داریم. اون فقط ظرف 12 ساعت اگر مدرک معتبری پیدا نکنیم و دادیار موافقت نکنه مجبور میشیم آزادش کنیم. برادر یانگ هو داشت سعی میکرد از یانگ مین اعتراف بکشه. اون همش خودش میزد به فراموشی و هی حرفاشو عوض میکرد.
گفت بعد از اینکه اونا رو میکشتم جسدشون رو آویزون میکردم به دیوار و ماهیچه پشت قوزک پاشون رو میبریدم تا خونشون بریزه بیرون که سبک بشن و راحت بتونم بلندشون کنم. بعد از یک روز که همه خونشون خارج میشد با تبر اونا رو تیکه تیکه میکردم و دفنشون میکردم. همون موقع برادر از یانگ هو خواست که بره یه چیزی برای گرفتن دی ان ای میجین از توی خونش پیدا کنه تا با دی ان ای روی لباس یانگ مین تطبیق بدن ببینن یکیه یا نه. رفتن دم در خونه و شیشه درو شکوندن و بعد متوجه شدن دختر میجین تو خونه است. برای موی میجین رو برداشتن و یانگ هو دلش نیومد دختر بچه رو تو خونه تنها بذاره، پس اونم با خودش برد. برمیگردیم سراغ پلیسا. رئیس پلیس اومد بهشون گفت شما نمیدونید یانگ مینگ راست میگه یا دروغ؟ آدرس خونه‌شو ندارید که برید جسدها رو پیدا کنید، پس انگار هیچ مدرکی ندارید. اصلا میفهمید تو چه اوضاعی هستیم، یه غلطی بکنید دیگه. یونگ هو خواهر یانگ مین رو پیدا کرد و رفت خونش تا ازش آدرس یانگ مین رو بگیره. خواهرش گفت من هیچ خبری ازش ندارم. همون موقع چشمش خورد به بچهش که جای یک زخم روی سرش بود و از ترس خودش خیس کرد. خواهرش شروع کرد به تعریف کردن و گفت یه بار وقتی من اومدم خونه دیدم برای پسرم داره خونریزی میکنه و تنها کسی که خونه بود برادر عوضی بود. دیگه بعد از اون به اون ندرت دیدمش. یونگ هو رفت سراغ یک سری شرکت‌های دیگه مشابه شرکت خودش، تونست از یانگ مین یه دختری رو که یه زمانی بهش سرویس داده بود رو پیدا کنه. رفت سراغ دختری و ازش اطلاعات خواست. دختر هم گفت که اون ناتوان جنسی بوده. من هر کاری براش کردم کارساز نبود. من مثل پادشاه باهاش رفتار کردم که بتونم پولم رو ازش بگیرم. بعد اون مدام بهش زنگ میزد و می‌خواست که باهاش زندگی کنم. بعد از اینکه جوابش ندادم شروع کرد به فرستادن عکسای عجیب. خودش رو با خون میپوشون و میگفت که منو میکشه. بعد زیر دستش بهش زنگ زد، گفت یه جوری پیدا کردم. یونگ هو رفت به اون خونه ولی متوجه شد که خونه اصلیش نیست و خواستم برن بیرون که یهو کسی توی خونه زندگی میکرد رسید و با دیدن اونها فرار کرد. اونها هم رفتن دنبالش. یونگ هو اون مرد رو گرفت و آورد توی همون خونه و کتکش زد تا اعتراف کنه. همون این دختر بچه که توی ماشین نشسته بود با دیدن یک زن که شبیه مامانش بود پیاده شد و رفت دنبالش. یارو به یونگ هو گفت با یانگ مین هم سلولی بودیم و 4 ماه پیش ازم یه جا خواست که 2 هفته توش بمونه. منم اینجا رو بهش دادم. بعد از اون فقط یه بار من خواب بودم اومدم و یه کیف سیاه که اینجا جا گذاشته بود رو برد. توش ابزارهایی مثل چکش اینا بود. همون لحظه یونگ هو متوجه نقاشی‌های عجیب غریب روی دیوار خونه شد که یارو گفت اونا رو یانگ مین کشیده. همون هنگی که از پلیسا داشت از یانگ مین با اطلاعات جدیدی که یونگ هو بهش داده بود اعتراف گرفت. بهش گفت تا حالا با دختری رابطه داشتی؟ یانگ مین تعجب کرد، گفت چرا اینو میپرسی؟ پلیس گفت چون تو یه ناتوان جنسی هستی. با دیدن زنها میخوای باهاشون رابطه برقرار کنی ولی نمیتونی، به خاطر همین اونا رو میکشی. موقع کشتنشون به اون روش همون لذتی میبری که قرار بوده توی رابطه ببری. یانگ مین هم با شنیدن این حقیقت عصبانی شد و سعی کرد پلیسا رو خفه کنه که جلوشون رو گرفتن. بعد از اون یانگ هو اومد و متوجه شد که دختر بچه نیست. کلی دنبالش گشت و متوجه شد که بیهوش افتاده روی زمین. با عجله بردش بیمارستان. رئیس هم به پلیسا دستور داد بگردن و ظرف این 12 ساعت خونه یانگ مین رو پیدا کنن و یانگ مین هم بهشون اطلاعات غلط داده بود متاسفانه و اونا با این اطلاعات 12 ساعت چیزی گیرشون نیومد. و دادیار قضایی اومد و به رئیسشون گفتش که باید اونو آزاد کنن. یونگ هو با عصبانیت دوید رفت به سمت محله وانگون. همون هی میجین کلی تلاش کرد تا تونست با استفاده از یک کاشی شکسته دستشو باز کنه و فرار کنه. رفت توی سوپرمارکت سر کوچه و از فروشنده خواست که کمکش کنه و پلیس زنگ بزنه. خودش هم با یونگ هو تماس گرفت ولی یونگ هو صدای گوشیش رو نشنید. همون لحظه یانگ مین داشت میومد به سمت خونش و قبلش رفت سوپرمارکت تا سیگار بگیره. یکی از پلیسا هم تعقیبش میکرد. رفت توی مغازه و فروشنده که میشناختش و فکر میکرد آدم خوبی بهش گفت صورت چی شده. یانگ مین هم گفتش که کار یه دیوونه بوده. فروشنده گفت چقدر دیوانه زیاد شد توی من خیلی میترسم یکم اینجا میمونی. یه دیوونه یه دختری بیچاره زندانی کرده و سعی کرده بکشتش. اگه یه وقت بیاد اینجا چی؟ یانگ مین گفت برای چی؟ فروشنده گفت آخه خونه دختر الان اینجاست، پلیس داره میاد. یانگ مین هم رفت یه نگاهی بهش انداخت و گفت کماقی چیزی داری؟ فروشنده هم گفت آره یه چکش دارم، بگیر دستتو مواظب ما باش. همون حینی که یونگ هو رسید به اون اطراف، یانگ مین با خیال راحت زد فروشنده رو کشت. بعد رفت سراغ میجین. با تعجب از اینکه فرار کرده با اون چکش تا تونست بهش ضربه زد و کشتش. یونگ هو هم متوجه پلیسا شد که رفتن به سمت مغازه. فهمید که میجین رو کشته. رفت یه سر به دختر بچه‌اش زد و زیر دستش گفت مراقب بچه باش. بعد رفت تا خودش یانگ مین رو پیدا کنه. متوجه کلیسایی شد که اونجا بود. رفت تو کلیسا کارت یانگ مین رو بهش نشون داد و پرسید که میشناسنش یا نه. اونا هم گفتن که آقای پارک همینجا کار میکرد و همین اواخر کمک کرد کلیسا رو توسعه بدیم. ازش بپرسید ممکنه اون شخص رو بشناسه. هو هم فهمید که یانگ مین با اسم آقای پارک تو کلیسا کار میکرد. رفت به سمت خونش و با کلیدهایی که داشت درو باز کرد. اونم وازی با تیپ مثبتش جلوش ظاهر شد. اونا رفتن توی خونه و کلی همدیگه رو زدن. یهو یونگ هو چشمش افتاد به کله و دستهای میجین که اون عوضی تیکه تیکش کرده و انداخته توی آکواریوم. اونا دوباره
به قصد کش همدیگه رو زدن و آخر سر یونگ هو که دیگه جونی براش نمونده بود اومد تا با چکش بزنه تو سر یانگ مین و اونو بکشه که همون لحظه برادرش و پلیس‌ها رسیدن و مانع شدن. حالا دیگه اونا مدارکشون تکمیل شده بود و همه جسدهای تیکه تیکه شده ای رو که یانگ مین توی حیاط خونش دفن کرده بود رو پیدا کردن. ولی خب کاش زودتر به حرفای یونگ هو اعتماد میکردن که اون دختر بچه مادرش رو از دست نمیداد. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویکده عاشقتونه.